به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام همدیاران ارجمند، آموزندگان گرامی. درس 18 است از سلسله درس های عربی برای نوآموزان. الفبای زبان عربی حرف ضا. خیلی در درس گذشته گفته گذاشتیم نام این حرف ها یعنی تا ضا، لیکن در بعض مناطق کشور این حرف ها را اتقه و ازغه میگویند، لیکن نام این حرف ضا است. خب ظرف ظرف لفافه یا همون به زبان روسی به فکرم کنورت می شود. زفرون ناخن. ظروف جمع کلمه ظرف است، یعنی لفافه ها. خب ظرف جمعش ظروف، ظفر جمعش اظفار. این بود درس 18. تا درس نوبتی خیر، خداحافظ.